غریبه هایی که در جهان آشنان. تهران میزبان دومین همایش بین المللی افق نو است. این همایش از حضور اساتید و دانشمندانی بهره برده که گرچه در جهان شناخته شده هستند اما عمدتاً در کشورهای خودشون غریبند. خانم ذبیح‌پور، علت این غربت چیه؟ اتفاقا نادر طالبزاده دبیر این همایش هم به این موضوع اشاره میکنه. در واقع میهمانان افق نو 95% اروپایی و آمریکایی هستند. این افراد چون 11 سپتامبر و صهیونیسم رو زیر سوال میبرن، معمولا دیگه فعالیت تو کشور خودشون براشون سخت میشه و به همین دلیل هم ناشناخته میمونن. این روزها تهران میزبان شخصیت‌ها و نویسندگان مستقل کشورهای غربی است که نسبت به سیاست‌های به کار گرفته شده آمریکا و لابی صهیونیستی معترضند و حالا اومدن به تهران تا در همایش افق نو آزادانه صحبت کنند. در این دوره ما نزدیک به 34-35 نفر از کارشناسای آمریکایی اروپایی داریم که فعالای سیاسی تراز اول اونجا هستن. کنفرانس افق نو قصد داره در این دوره جریان فکری جدیدی را دنبال کنه. از زبان اینها بشنویم. بعضی از این افرادی هستن که تو مسائل امنیتی خبرن. از زبان اینا بفهمید داعش رو کی ساخته. مهمانهای حاضر در همایش افق نو هر کدوم فعالان سیاسی و شخصیت‌های ضد جنگن و حضورشان در این همایش در نوع خود جالب است. کوین برت، استاد دانشگاه از ویسکانسن که برکنار شد، برنامه رادیویی داره. مدیا بنجامین، همین خانمی که اعتراض کرد به اوباما. I speak out on behalf of the Constitution, on behalf of the rule of law. Some of this conference. در آمریکا پولهای زیادی برای جنگ خرج شده، پولهایی که به جای اینکه خرج بیمه‌های سلامت، آموزش و امور عمومی مردم بشه، خرج جنگ و تولید تسلیحات نظامی شده. برگزاری این قبیل همایش‌ها باید فشار رو از روی ملت فلسطین برداره. آقای گرت پورتر، نویسنده کتاب بحران ساختگی، معتبرترین کتاب در تو با این ماجرای هسته‌ای ایران و حق ایران و اینکه کلاً ماجرای ساختگی، یه بحران ساختگی آمریکاست. خیلی به این مسئله علاقه دارم که پرده برداری بکنم از حقایقی که پشت پرده هستش و دروغ‌هایی که گفته میشه در زمینه‌های سیاست‌هایی که دولت آمریکا داره و سعی میکنه که توی با شرکت کردن توی کنفرانس‌های مختلف بتونه که تا جایی ممکن شفافیت سازی بکنه. پپ اسکوبار، نویسنده و محقق و خبرنگار برزیلی و آدم جهانی، یعنی تراز اول جهانی، راجع به کنفرانس نظرشون اینه که کنفرانس بسیار کنفرانس خوب و جامعه و میتونه اتفاقات خیلی خوبی رو در بر بگیره و در ادامه با تعامل بیشتر بین روشنفکرها و منتقدا و فیلمسازها اتفاقات خوبی میشه در عرصه بین‌المللی بیفته. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان دیروز در مراسم افتتاحیه همایش افق نو برگزاری این کنفرانس را پر اهمیت دانست. همایش افق نو یا چنین همایش هایی که از اقصا نقاط جهان افرادی روشنفکر، افرادی اهل رسانه، اهل فکر و فرهنگ دور هم جمع بشن، علیه نظام سلطه به گفتگو و تفکر بپردازند، یک حرکت طبیعی است که اقتضای جهان ماست. دومین همایش افق نو با 1 سال تأخیر تا 3 روز در تهران جریان دارد. کمیسیون امنیت مجلس چندین بار ما رو دعوت کرد، دیگران از وزارتخانه دیگه دعوت کرد، بحث رو باز کرد، پیگیری کرد که چرا پارسال برگزار نشد و امسال که داره برگزار میشه برای پیگیری این ارگان و ارگان‌های دیگه‌ای که تو کشور هستن و حمایت کردن که اتفاق بیفته.